همونجور که در ابتدای ویدیو بهتون گفتم تو این قسمت قراره بهتون آموزش بدم چطور داخل خونه یه فلز یا به پالسی بسازیم. کار کردن این فلز یا به این صورت هست که یه سری امواج یا پالس رو به سطح زمین میتابونه و در بازگشت این امواج و دریافت اونها متوجه میشه که در زیر زمین فلزی موجود هست یا خیر و بر اساس موجی که در اسپیکر خودش تولید میکنه شما متوجه میتونید بشین که چقدر به اون فلز نزدیک هستین و یا با یه سری تغییرات جزئی متوجه بشین که نوع اون فلزی که دارین بهش نزدیک میشین به چه صورت خواهد بود. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، مستقیم میریم سراغ اسلاید بعدی و قطعاتی که ما نیاز داریم برای ساخت این مدار. ما برای ساخت این مدار یه سری قطعات رو نیاز داریم که لیست اونها رو براتون اینجا داخل تصویر قرار دادم. حالا اونها رو دوباره مجددا براتون شرح میدم. ما برای ساخت این مدار به یه سری مقاومت ها نیاز داریم که لیست اونها رو در اینجا میبینیم. ما برای ساخت این مدار یه دونه مقاومت 680 ohmi نیاز داریم، یه دونه مقاومت 51 ohmi، یه دونه مقاومت 1 کیلو ohmi، یه دونه مقاومت 100 کیلو ohmi، یه دونه مقاومت 10 کیلو ohmi، یه دونه مقاومت 2 مگا ohmi، یه دونه مقاومت 470 ohmi. نکته که اینجا باید دقت بکنین تمام مقاومت هایی که اینجا داخل مدار استفاده شدن از مقاومت های 1/2 وات تا 1 وات هستند به جز مقاومت دوم، یعنی یه دونه مقاومت 51 ohmi. این مقاومت از نوع مقاومت 10 وات آجری هست که شما باید یه دونه مقاومت آجری 10 وات 51 ohmi تهیه بکنید و در جای مناسب مدارون رو سوار بکنید. پس دقت بکنید این مقاومت یه دونه مقاومت 10 واتی هست. بعد از اون ما نیاز داریم به 2 تا IC NE 555. بعد از اون برای ساخت این مدار ما نیاز داریم به یه سری خازن ها. ما برای ساخت این مدار 2 تا خازن نیاز داریم از سری الکترولیت که داخل تصویر شماتیک اون رو میبینید که مشخصات این خازن به این صورت هست. خازن 100 میکروفارادی 35 ولت است. همونجور که شما میدونین برای خازن های الکترولیت شما نمیتونین ظرفیت رو کاهش یا افزایش بدین، ولی اگر خازن 35 ولتی پیدا نکردین میتونین خازن با ولتاژ های بالاتر تهیه بکنین و مشکلی براتون ایجاد نمیکنه، ولی ظرفیت خازن رو تغییر ندید. 2 تا خازن دیگه نیاز داریم که این 2 تا خازن رو شما میتونین به دلخواه از سری سرامیکی یا عدسی استفاده بکنین که من پیشنهاد میکنم از خازن های سرامیکی استفاده بکنین، چرا که کیفیت کارتون رو بالاتر میبره. درسته که یک مقدار هزینه بیشتری باید بپردازین ولی کیفیت خروجی کارتون بیشتر خواهد بود. که ما برای این کار یه دونه خازن نیاز داریم که 2.7 نانوفاراد هست و خازن دیگه که بهش نیاز داریم 10 نانوفاراد هست. همونجور هم که گفتم هر دو این خازن ها رو شما میتونید از سری عدسی یا سریای سرامیکی تهیه بکنید. بعد از اون ما نیاز داریم به یه سری ترانزیستور. اول از همه ما نیاز داریم به یه دونه ماسفتی که ما باید اینجا استفاده بکنیم میتونه از هر مدل ماسفت N چنل باشه. به طور مثال ماسفتی که شما میتونین استفاده بکنین یه دونه ماسفت IRF3205 هست. نکته که باید اینجا دقت بکنین این هست که ماسفت شما اولا باید حتما ولتاژ بالای 25 ولت رو ساپورت بکنه و دوما حداقل توان ماسفتتون باید 50 وات باشه. پس این سه تا نکته رو دقت بکنین. ماسفتتون باید N چنل باشه، بالای 50 وات توان داشته باشه و بالای 25 ولت رو ساپورت بکنه. بعد از اون شما نیاز دارین به یه دونه ترانزیستور که ترانزیستور استفاده شده داخل این مدار از نوع NPN هست. شما میتونید از هر مدل ترانزیستور NPN برای این مدار استفاده بکنید. به طور مثال شما میتونید از یه دونه ترانزیستور 2N2222A استفاده بکنید. بعد از اون ما برای ساخت این مدار نیاز داریم به یه سری پتاسیومتر. برای این کار ما یه دونه پتاسیومتر خوابیده نیاز داریم با ظرفیت مقاومت 100 کیلو اوم. بعد از اون 2 تا پتاسیومتر ایستاده نیاز داریم که یه دونه از این پتاسیومترها 100 کیلو اومی هست و پتاسیومتر دیگه ما 10 کیلو اومی است. این پتاسیومتر خوابیده برای تنظیمات اولیه مدار استفاده میشه و این 2 تا پتاسیومتر ایستاده برای تنظیمات ثانویه مدار ما استفاده میشه. غیر از اونها ما به یه سری دیگه قطعات هم نیاز داریم. ما نیاز داریم
به یه دونه LED 5 میلیمتری که شما میتونید از هر رنگی که دلتون میخواد استفاده بکنید. پیشنهاد من این هست که یا از رنگ سبز استفاده کنین یا آبی، چرا که این دوتا LED نور یه خیلی بیشتری دارن به نسبت رنگ‌های دیگه. بعد از اون ما نیاز داریم به یه دونه بازر 5 ولتی که اون رو باید تهیه بکنیم. غیر از این موارد ما نیاز داریم به برد سوراخ‌دار برای مونتاژ قطعات و مقداری سیم 14 میلیمتر استخونی روکشدار برای ساخت سیم پیچ‌های این مدار. بعد از این میریم سراغ اسلاید بعدی و نحوه مونتاژ کردن این مدار. همونجور که داخل تصویر میبینین من قطعات این مدار رو براتون با سیم کشی ها قرار دادم. نکته که در مورد سیم کشی ها باید بهتون بگم، به طور مثال در این جاهای مدار که همونجور که میبینید دو تا رنگ سیم از روی همدیگه عبور کرده، این دو تا رنگ سیم نباید به همدیگه متصل بشه. یعنی این سیم قرمز رنگ به این سیم سبز رنگ نباید متصل بشه. علت این که از رنگ‌های متفاوت استفاده شده این هست که شما متوجه بشین کجا سیم ها باید به هم دیگه برخورد بکنن و کجا نباید برخورد بکنن. هر جا که سیمی با دو تا رنگ متفاوت از روی هم دیگه رد شده، یعنی این که شما نباید اون دو تا سیم رو به هم دیگه متصل بکنید. خب قبل از این که برم سراغ مشخصات قطعات، یه چند تا موضوع رو باید در مورد این مدار بهتون بگم. این مدار در قسمت خروجی هم به صورت بازر هم به صورت LED هشدار خودش رو بهتون نشون میده. برای بازر با کم و زیاد کردن صدای بازر و برای LED با کم و زیاد کردن نور LED به شما نشون میده که آیا شما به فلز نزدیک شدین یا دارین از اون دور میشین. این پتاسیومتر یعنی همون پتاسیومتر سوم ما برای تنظیمات اولیه مدارتون استفاده میشه. یه جورایی برای کالیبره کردن مدارتون باید از این پتاسیومتر استفاده بکنید. دو تا پتاسیومتر دیگه ای که ایستاده بودن هم برای تنظیمات ثانویه مدار استفاده میشه که همونجور که میبینید نوع تنظیم اون رو من براتون روی خود پتاسیومتر درج کردم. نکته بعدی در مورد ورودی مدار هست، یعنی منبع تغذیه که باید به مدار متصل بکنید که مدار رو بتونید راه اندازی بکنید. این مدار میتونه از ولتاژ 9 تا 12 ولت رو واسهتون ساپورت بکنه. جریانی که باید به مدار برسونید، شما باید حداقل جریان 1 آمپر تا ماکسیموم جریان 5 آمپر برای بهترین عمل کردن این مدار بهش جریان برسونید که شما میتونید اگر بخواید این مدار رو به صورت ثابت استفاده کنید، از یه آداپتور 12 ولتی استفاده بکنید با جریان 5 آمپر. ولی اگر خواستین که به صورت سیار از این مدار استفاده بکنید، یعنی دقیقاً مثل یک فلز یا به سیار ازش استفاده بکنید، شما میتونید یه دونه باتری اسیدی 12 ولت با جریانی بین 5 تا 10 آمپر تهیه بکنید که به راحتی بتونید به مدار متصلش بکنید و مدت زمان زیادی هم با مدار کار بکنید و به جستجوی فلز مورد نظرتون بپردازید. نکته دیگه که در مورد این مدار باید بهتون بگم در مورد این سیم پیچ ها هست. سیم پیچ TX کویل و سیم پیچ RX کویل. این دو تا قسمت دو تا خروجیایی هستن که شما باید سیم پیچ های این فلزیا متصل بکنید. همونجوری که متوجه شدین این فلزیا حاوی دو تا سیم پیچ هست که این موضوع باعث میشه که قدرت خروجی این فلزیا بیشتر بشه و محدوده‌ای که میتونه کاوش بکنه هم بیشتر بشه. توضیحات اولیه در مورد این مدار بهتون دادم. حالا میریم سراغ قطعاتی که ما باید مونتاژ بکنیم داخل این مدار. اگر دقت بکنیم من تمام قطعات رو با یه حرف انگلیسی و عدد مشخص کردم. به طور مثال مقاومت R1 یا مقاومت R2 یا ICU1. به ترتیب من بهتون میگم که هر کدوم از اینها نشون دهنده ی کدوم قطعه هستن. ما در این جای مدار یعنی هم مقاومت R1 باید مقاومت 680 ohمی که تهیه کردیم رو مونتاژ بکنیم. در این جای مدار یعنی مقاومت R2 ما باید مقاومت 1 کیلو ohمی که تهیه کردیم رو مونتاژ بکنیم. در این جای مدار یعنی همون R3 باید مقاومت 100 کیلو ohمیمون رو مونتاژ بکنیم. در این جای مدار یعنی مقاومت R4 ما باید یه دونه مقاومت 51 ohمی 10 واتی که تهیه کردیم رو مونتاژ بکنیم. در این جای مدار یعنی همون R5 باید یه دونه مقاومت 10 کیلو ohمی مونتاژ بکنیم. در این جای مدار یعنی مقاومت R6 باید یه دونه مقاومت 2 مگا ohمی که تهیه کردیم رو مونتاژ بکنیم. و در این جای مدار یعنی همون R7 شما باید یه دونه مقاومت 470 ohمی که تهیه کردین رو
مونتاژ بکنیم. بعد از مونتاژ مقاومت ها حالا میریم سراغ مونتاژ خازن هامون. در اینجا مدار یعنی همون C1 شما باید یه دونه خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 35 ولتتون رو مونتاژ بکنید. دقت بکنین در مونتاژ خازن های الکترولیت شما باید پایه های مثبت و منفی این خازن رو رعایت بکنید. همونجور که میدونین شما از دو طریق میتونید پایه مثبت و منفی خود خازن رو مشخص بکنید. خازنی که شما تهیه میکنین یکی از پایه های اون از پایه دیگر اون بلندتر هست که پایه بلندی نشون دهنده پایه مثبت و پایه کوچیکتر نشون دهنده پایه منفی هست. حالا اگر به هر دلیلی مثل شکل هر دو پایه خازن شما مساوی بود کافیه که به خود خازن دقت بکنید. اگر روی خود خازن رو نگاه بکنید یه قسمت خازن با یه رنگ دیگه مشخص شده که پایین اون رنگ نشون دهنده پایه منفی و روبروی اون نشون دهنده پایه مثبت است. به همین طریق شما میتونید پایه مثبت و منفی خازنتون رو مشخص بکنید و به درستی داخل مدار سوارش بکنید. داخل مدار هم قسمت قرمز رنگ یعنی همون سیم قرمز رنگی که به پایه خازن متصل شده سیم مثبت و سیمی که مشکی رنگ هست و به پایه مشکی رنگ خازن متصل شده سیم منفی مدار ما هست. پس این پایین منفی و بالا مثبت خازن ما باید قرار بگیره. بعد از اون میرین سراغ مونتاژ خازن C2 که یه دونه خازن 10 نانوفارادی که شما تهیه کردین رو اینجا مونتاژ میکنین. برای مونتاژ خازن های عدسی و سرامیکی دیگه نیازی به رعایت پایه مثبت و منفی نیست و شما میتونید به صورت رندوم پایه‌های اون رو متصل بکنید. بعد از اون شما میرین سراغ خازن C3 جایگاه خازن 2.7 نانوفارادی هست که شما اون رو تهیه کردید. بعد از اون شما میرین سراغ خازن C4 که مجددا یه دونه خازن 100 میکروفارادی 35 ولت هست. بعد از اینکه شما خازن هاتون رو مونتاژ کردین حالا میرین سراغ مونتاژ ترانزیستور و ماسفتی که داشتید. در اینجا مدار یعنی قسمت T1 شما باید ماسفت N چنلی که تهیه کردین رو مونتاژ بکنید. به طور مثال ماسفت IRF3205. برای مونتاژ ماسفت جهت مونتاژ ماسفت هم مهم هست. شما اگر دقت بکنین ماسفت جوری داخل مدار سوار شده که قسمت پشت اون یعنی همون قسمت فلزی اون به سمت بالا و قسمت روی پلاستیکی اون به سمت پایین قرار گرفته. به همین شکلی که داخل تصویر میبینید باید ماسفت رو سوار بکنین. اگر ماسفت برعکس سوار بشه مدار به درستی کار نخواهد کرد. در قسمت T2 شما باید همون ترانزیستور NPNی که تهیه کردین رو مونتاژ بکنید. به طور مثال همونجا که بهتون گفتم شما میتونید از ترانزیستور 2N 2222A استفاده بکنید. برای مونتاژ ترانزیستور هم شما باید جهت مونتاژ رو رعایت بکنید. اگر دقت بکنید داخل تصویر یه سمت ترانزیستور به صورت نیم دایره و سمت دیگه اون به صورت تخت هست که سمت راست ترانزیستور ما به صورت نیم دایره و سمت چپ ترانزیستور ما به صورت تخت هست. پس این ترانزیستور هم باید جوری داخل مدار سوار بشه که با شکل اون داخل مدار یکسان باشه. اگر برعکس سوارش بکنیم مدار به درستی کار نخواهد کرد. بعد از اون که ترانزیستورها رو ما سوار کردیم حالا میریم سراغ مونتاژ 3 تا پتاسیومتری که ما داریم. یه دونه از اون پتاسیومترهای ایستادمون رو اینجا سوار میکنیم که یه دونه پتاسیومتر 100 کیلو اومی هست. پتاسیومتر ایستاده بعدیمون رو اینجا مونتاژ میکنیم که همون پتاسیومتر 10 کیلو اومیمون بود و یه دونه پتاسیومتر خوابیده 100 کیلو اومی هم که تهیه کردیم رو اینجا اون رو سوار میکنیم. بعد از اینکه پتاسیومتر رو سوار کردیم حالا میریم سراغ مونتاژ 2 تا آیسی که ما تهیه کردیم. همونجا که بهتون گفتم آیسی ها استفاده شده داخل مدار هر دو از آیسی NE555 هست. برای مونتاژ کردن آیسی ها هم شما باید جهت مونتاژ آیسی ها رو رعایت بکنید. اگر آیسی ها برعکس سوار بشن مدار کار نخواهد کرد و همچنین آیسی شما دچار سوختگی میشن. پس شما باید آیسی ها رو به درستی داخل مدار سوار بکنید. حالا از کجا متوجه بشیم که آیسی همون رو درست سوار کردیم یا نه؟ اگر روی خود آیسی که تهیه کردین شما یه نگاه بندازید قسمت بالای اون آیسی یه نیم دایره حفره مانند هست که به داخل آیسی فرو رفته و دست چپ این حفره یه دونه نقطه با رنگ تیره تر مشخص شده که این نشون دهنده بالای آیسی و پایه یکم آیسی هست و اگر دقت بکنید داخل تصویر هم همین شماتیک برای شما رسم شده. پس جوری
جوری باید آیسیاتون رو داخل مدار سوار بکنید که تصویر روی خود آیسی با تصویری که شما داخل مدار میبینید به یک سمت باشه، یعنی حفره خود آیسی به سمت بالا و نقطه رنگ تیره تر روی آیسی هم به سمت چپ قرار گرفته باشه. در صورتی که شما آیسی ها رو برعکس سوار بکنید، همونجور که بهتون گفتم مدار اولم از کار میفته، دوم آیسی شما میسوزه و شما مجددا باید آیسی نو تهیه بکنید. بعد از اینکه شما آیسی ها رو متصل کردین، حالا میرین سراغ متصل کردن LED و بازرتون. اگر دقت بکنید خود بازر و LED تون حاوی پایه مثبت و منفی هستن، پس باید شما پایه مثبت و منفی بازر و LED تون رو رعایت بکنید. اگر روی خود بازر رو نگاه بکنید، یکی از پایه های اون بزرگتر از پایه دیگر هست که پایه بلندتر نشون دهنده پایه مثبت و پایه کوتاه‌تر نشون دهنده پایه منفی هست. حالا اگر به هر دلیلی پایه های مثبت و منفی بازرتون مساوی بودن، روی خود بازر رو نگاه بکنید، یه علامت مثبت میبینید که زیر اون علامت مثبت نشون دهنده پایه مثبت روبروی اون پایه نشون دهنده پایه منفیتون هست. برای خود LED هم به همین صورت شما انجام میدید. LED رو اگر دقت بکنین دو تا پایه داره که یکی از اون پایه ها بلندتر هست که پایه بلندتر نشون دهنده مثبت و پایه کوتاه‌تر نشون دهنده منفی هست. حالا مجدد اگر به هر دلیلی دو تا پایه LED تون مساوی بود، کافیه که روی خود LED رو نگاه بکنید. LED تون داخل اون تشکیل شده از دو تا قسمت فلزی که یه قسمت فلزی اون کوتاه‌تر قسمت دیگر اون هست که پایه‌ای که به این قسمت فلزی کوتاه‌تر متصل شده پایه مثبت و پایه‌ای که به قسمت فلزی بلندتر متصل شده پایه منفی هست. به همین نحوه شما میتونید پایه مثبت و منفی LED تون و بازرتون رو مشخص بکنید. داخل خود مدار سیم نارنجی رنگ نشون دهنده مثبت و سیم مشکی رنگ نشون دهنده منفی هست که به این طریق شما میتونید به درستی بازر و LED تون رو داخل مدار سوار بکنید. بعد از اینکه شما تمام این قطعات رو مونتاژ کردین، حالا باید برین سراغ ساخت دو تا کویلی که ما نیاز داریم برای این مدار. قبل از اینکه بریم سراغ ساخت کویل ها، یه نکته رو باید بهتون بگم. برای متصل کردن کویل ها به داخل مدار شما میتونید به صورت رندوم عمل بکنید. از اون جایی که هر دو تا کویل مشخصات یکسانی دارن، شما میتونید به صورت رندوم هر کدوم از کویل ها رو خواستید به اینجا متصل بکنید، یعنی به خروجی RX کویل، و هر کدوم رو خواستید به خروجی TX کویل متصل بکنید. نکته بعدی در مورد سیم کشی این کویل ها هست. کویل ها دیگه نیازی به رعایت پایه مثبت و منفی ندارن. شما میتونید پایه‌های اون رو به صورت رندوم متصل بکنید و از اونها استفاده بکنید. خب حالا میریم سراغ اسلاید بعدی که بهتون آموزش بدم چه جوری بتونید سیم پیچ کویل این مدار رو بسازید. برای ساخت سیم پیچ کویل این مدار ما 4 تا مرحله داریم. مرحله اول با استفاده از همون سیم استخونی 14 میلیمتری که بهتون گفتم باید تهیه بکنید که حتما دقت بکنید حاوی روکش لاکی باشه. باید 60 دور اون رو به دور دایری با قطر 15 سانتی متر بچرخونید. یعنی شما یه سیم پیچ میخواین که به صورت دایره‌ای 60 دور پیچیده شده و قطر این دایره 15 سانتی متر اندازه خواهد داشت. بعد از اینکه شما این سیم پیچ رو ساختین، حالا باید بیاین روکش روی خود سیم پیچ رو عایق بکنید. با استفاده از یه نوار چسب میتونین روی خود این سیم پیچ رو عایق بکنید که به خود این سیم پیچ موقع یافتن فلز آسیبی نرسه. از این سیم پیچ شما باید 2 تا تهیه بکنید که دقیقاً هر 2 تا این سیم پیچ همونجور که بهتون گفتم کاملاً مشخصات یکسانی داره. بعد از اینکه این 2 تا سیم پیچ رو تهیه کردیم، به نحوی که داخل شکل میبینید به صورت 2 تا حرف دی که کنار هم قرار میگیرن و یه بیزی واحد رو تشکیل میدن، شما باید سیم پیچ ها رو قرار بدین. بعد از اینکه شما این کارو کردین، اگر دقت بکنین هر سیم پیچ شما حاوی سر سیم شروع و یه سر سیم پایان هست که این 2 تا سر سیم همون 2 تا سر سیمی هست که باید به خروجی RX کویل و TX کویل مدارتون متصل بکنید. بعد از اینکه 2 تا سیم پیچ رو به این صورت قرار دادین، حالا کافیه که یه تخته چوبی بردارین و 2 تا سیم پیچتون رو روی این تخته به همین شکلی که دیدین فیکس بکنین که بعد از اون دیگه تکونی نخوره. به خوبی این سیم پیچ رو روی این تخته محکم بکنین که از جای خودش
تکون نخوره. بعد از اون کافیه که سیم های این دوتا کویل رو به مدارتون متصل بکنید و بعد از اون شما ورودی ولتاژتون رو به مدار بدین و از مدارتون استفاده بکنید. فقط دقت بکنید قبل از اینکه استفاده اصلیتون رو از مدار بکنید شما باید تنظیمات اولیه و تنظیمات ثانویه مدار رو به درستی انجام داده باشین که بتونه مدارتون به درستی اون فلزی که میخواین رو براتون پیدا بکنه. خب همونجور که دیدین شما به راحتی میتونید داخل خونه یه سری دستگاه و مدارات رو بسازین و از استفاده کردن اونها لذت ببرین و دیگه نیازی نباشه که یه سری هزینه‌های هنگفت بکنین برای تهیه نمونه های آماده اونها.